بسم الله الرحمن الرحیم. والله ببینین دلایل قدرت الله را. والله اخرجکم من بطون امهاتکم. شما آغاز خلقتتان خودت که نو تولد شدی امر به یاد بیار. الله میگه که الله هست که اخرجکم شما را بیرون کرد من بطون امهاتکم از بطنهای والدینتان مادرانتان. چی؟ لا تعلمون شیئا. شما هیچ چیز امو وقت نمیفهمیدین. یک طفل بودین که حتی الف و ب فرقش کرده نمیتونستین. لا تعلمون شیئا. و جعل باز امی خالق متعال گردانید بر شما نعمتهایی را داد که اون نعمتها چی است؟ از سمع، نعمت شنوایی بسیار عالی را بر شما داد. چه خوب یک گوش زیبایی داری که تا چقدر مسافه دور گپ میفهمی. والابصار بر شما چشم داد، چشمای زیبایی که هم زیبایی ظاهری تان است و هم تمام چیزها را دیده میتونین. والافئده، امو خالق باز بر شما قلب روشنی را داد. لعلکم تشکرون، همه این نعمت ها را الله بر شما داد تا که شما شکر الله را بکنین. شکر الله را چه وقت انسان میکنه؟ وقتی که این نعمت کمک فکر بکنی. شما مثلا تصور بکنید برید در یک شفاخانه. یک روز می شفاخانه فرانسوی رفتم، اما دکتر قلب از دوستای ما بود، مرا اونجا شانده بود. یک کسی می آمد قلبش سوراخ است، یک کسی می آمد که قلبش مثلا مشکلات داره و قیمت عملیات ازی بسیار بلند، 10,000 20,000 دلار یک قلب که از بین رفته باشه، بسیار چیز کار داره، بسیار مصرف کار داره. گرده به می شکل دیگه هزار. پس الله متعال میگه اگر شما این نعمت ها را حساب بکنین باز لعلکم تشکرون. ببین قلب تو چند قیمت داره؟ یک دکتر برات میگه قلب تو 1,00,000 یورو قیمت داره. کی برات داده 1,00,000 یورو؟ اگر یک نفر 100 دلار بدید نه چقدر از او تشکری میکنی. اما خالقی که بر تو نعمت های، گرده تو چند قیمت داره؟ هر گرده تو 30 لک قیمت داره. یک روز یک شاگرد اصلا بود رفتم دمی جیب بغلی چند است؟ گفت در جیب بغلیم هیچ پیسه ندارم استاد. گفتم بسیار بی عقل هستی. 30 لک در این بغلت داری، 30 لک هم در این بغلت داری، لکن نمیفهمی که این 30 لک 60 لک نعمت الله برات داده. اگر باز گردیت خراب شد باز دکتر برات بگه برو 30 لک بیار که من برات گرده بشانم، باز میفهمی که او والا 30 لک اینجا مصرف کردیم، حالا برات مفت آمده، یک شکر هم نمیکنی. الله متعال میگه و جعل لكم، الله هست که گردانیده و خلق کرده برای شما سمعها، حس سامعه را، والابصار و حس باصره را، والافئده و قلب های شما را. لعلکم، شاید که شما کمک در این نعمت های الله تفکر بکنین. این را عبادت فکری میگن. تشکرون که باز منجر به چی میشه؟ همیشه تفکر منجر به تشکر میشه. باز اونجا شما شکر الله را میکنین. اولم یرم، دیگه نعمت الله چی است؟ الله متعال میگه آیا ندیدین نعمت و قدرت، هم قدرت الله و هم نعمت الله در چی؟ در طیر، پرندگان، مسخرات. شما سعی کنین که پرنده ها بسیار مسخر هستند، پابند حکم هستند، فی جو السما، در فضای آسمان. ما یمسکهن الا الله، اینا را نگه نمیکنه مگر کی؟ الله. قدرت الله هست. ببینید که الله برش چی قدرت داده. همین قدرت تو انسان نداری که مثلا یک 2 قدم پرواز بکنی. اگر از یک 100 منزله پرنده هم قرار بدی، تو هم قرار بدی، پرنده هم یک دفعه خودم میپته شو میره و تو بیچاره میشه بند ماندی، دروازه ها نیست تا که لفت جور میشن، از گشنگی میمیری، در 100 منزله بند ماندی، خیز انداختم نمیتونی. از این خاطر الله متعال میگه ببینین قدرت الله را. یک وقت یک بچه جوان بسیار هم تو خوب قوی بود، بسیار مغرور هم بود، که تمام یک جای میرفت، من که تو دمیرا دیدمش، گفتم باشیده به عبادت فکری متوجه بسازم. عبادت فکری بسیار عبادت بزرگ الله هست که انسان به شکر الله و عاجزی خودش متوجه میسازه. دیدم که یک مرغویگک است در بین آب که 4 طرف دیگه بسیار برف است و ما بالا پوشای کتک کتک پوشیدیم، سر از آن خنک میخوریم. این مرغویگک هیچ رای نمیزنه، نه بالا پوش داره، نه جراب داره، نه هیچ، و خدا انداخت این بین آب یخ، درجه حرارت هم تحت 0 است. ما برای بچه جوان گفتم ببخش یک سوال کنم، خفه نمیشی؟ گفت نه. ما گفتم آیا تو قوی هستی یا می مرغوی؟ یه لحظه که سعی کرد دید که مرغوی خدا یخ. حالا اگه مرا بگه استاد که خدا دمی یخ پر تا بگم قوی استم خب من میمرم. گفت نه والا استاد، بخدا دمی لحظه خواهی مرغوی از مکه چی است؟ قوی تر است.
پس الله متعال برای بعض مخلوقات تو قوت میته. اگر تو میتونی با همین دو دستت که همین دو پای مرغوی رو بگیری دو پاریش بکنی، لکن در او یخ اگه کتش مسابقه بزنی برف هم باشه بازو از تو میبره. اگر یک ساعت تو در او باشه تو هم یک ساعت مرغوی برات میگه من 5 ساعت میباشم تو هم 5 دقیقه میز در یخ باش، یخ میزنید. الله متعال میگه اولم یرو، آیا ندیدن الی الطیر، به سوی پرنده ها. رؤیت به چی معنا؟ یعنی آیا تفکر نکردن، عبادت فکری نکردن؟ یکی از عبادت های مهم عبادت فکری هست. الله متعال آیا اینا عبادت فکری نکردن که نظر بکنن به طرف چی؟ مرغ‌ها و پرنده ها مسخراتن که اینا پابند حکم الله هستن، مسخر هستن در جو سما، یعنی در فضای آسمان. ما یمسکهن، اینا را نگه نمیدارد الا الله، بغیر از الله، توسط قدرت الله اینا اینمی قدرت و اینمی پیدا کردن. ان فی ذلک، یقینا که در اینمی پرنده ها هم چی است؟ لآیات، بسیار دلایل است به قدرت خالق یکتا، لقوم یؤمنون، برای قومی که اونا ایمان داشته باشه. اگه ایمان نداشته باشی چشمت هم کور می باشه، گوشت هم ناشنا می باشه، قلبت هم. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها. کافرها هم یادشون است، می گوش داره با گوش خود حق نمیشنوه، با چشم خود حق نمیبینه. کل دلایل قدرت الله را برش میبینه لکن نمیبینه، مثل نابینا واره که چیز ندیده باشه. این الله متعال میگه که ان فی ذلک لآیات، این مخلوقات الله نشانه ها و دلایل از قدرت الله هست، از وحدانیت الله هست. لقوم یؤمنون، برای کی؟ برای مردمانی که ایمان دارن. والله جعل لكم، الله متعال چی میگن؟ حتی انسان‌های متمدن و پیشرفته قصرها دارن. برای ما و شما که عقل داده که ما مثلا برای خود بسیار بلند منزل بسازیم، انجینیرهای بسیار قوی باشه. عقل داده ما بسیار وسایل تکنولوژی پیشرفته بسازیم. عقل داده برای ما الله متعال امکانات علمی داده که ما میتونیم که مثلا کل جهان مثل یک قریه که کوچک بسازیم، با یک لحظه با تمام دوستای خود در تمام قاره ها چی کنیم؟ همراهی از اونا ملاقات بکنیم و صحبت بکنیم و مثلا تماس بگیریم. لکن الله متعال میگه پیش رسول الله صلی الله علیه و یک نفر بادیه نشین آمد و این پیش بر رسول الله صلی الله علیه و گفت که امی خالق متعال برای ما چی کرده؟ الله متعال بر دمی آیت میگه حتی برای مردم بادیه هم ببینین دلایل از قدرت الله هست. ای که در فضا هست و فضانوردی هست، و ای که مردم کشتی ها ساختن، ای که بحرها هست، این خب به مردم های متمدن و مترقی دلایل گفته میشه. برای یک نفر بادیه نشین کوچی چی دلیل میگه؟ الله متعال میگه سعی کنین ای کوچیا، والله جعل لكم، الله متعال امی قسم که به مردمای پیشرفته و شهرنشین بلند منزل و قصر و خانه و موتر و طیاره و این گپارا داده، در این نعمتهای الله هست. شما بفرمایید سعی کنین بر شما چه نعمتهای الله هست. والله جعل لكم من بیوتکم سکنا، بر شما از خانه های شما جای سکونت براتون داده. و جعل لكم من جلود الانعام بیوتا، شما حتی از پوست های حیوانات وقتی که براتون خانه میسازین و خیمه میسازین، دمی هم قدرت الله هست. اگر می حیوان نمی بود تو چی میکردی؟ اگر امی مخلوق الله نمی بود اونجا از حرارت و از سختی صحرا میمردی. الله متعال میگه براتون از پوست حیوانات خانه ها داده، تستخفونها، که او بسیار شما سبک میبینید که بسیار منزل سبک آسان است. شما مردم کوچی هستین، از یک منطقه به منطقه دیگه حرکت میکنین. این بلند منزل اگه در تخته پشتتان می بود انتقالش سخت بود. برای کوچی آسان است، عاجل دمی 5 دقیقه کوچ خود بار میکنه و سر شترها سوار میکنه و میره. دمی هم میگه یوم ذعنکم، که بسیار سادگی شما بر شما بسیار خفیف هستند، سبک هستند. در چه وقت؟ در روز سفرتان. یوم ذعنکم یعنی روز سفرتان، و یوم اقامتکم، و در روز اقامتتان که اگر سفر نمیکنین بسیار خوبش است. دیگر نعمتهای الله بر شما بادیه نشینا و کوچی ها چی است؟ و من اصوافها و اوبارها، شما از پشم، اصواف صوف چی میگن؟ پشم میگن. و اوبار، و بر چی میگن؟ پشم میگن. اوبار جمعش است. و من اصوافها که جمع صوف است یعنی از پشم ها، و اوبار پشم ها که جمع وبر است. و اشعارها که شعر موی میگن، جمعش اشعار از شعرها یعنی موی هایشان. اساسا شما سامان و وسایل خانه میسازین و متاعا و یک فایده میگیرین الی حین، تا زمانی که شما باز از زندگی ابتدایی و از زندگی
کوچی براین، باز برین متمدن و در قریه شهرها زندگی بکنین الهین تا ای وقت. والله جعل لكم، و الله متعال گردانید بر شما، مما خلق، از آنچه که خلق کردن، از آنچه که الله متعال خلق کرده، ظلالا، سایه. شما در صحرا چقدر سختی است، لکن الله متعال بر شما از این خیمه‌ها و از این پوست‌های حیوانات چیزایی می‌سازن که شما در زیر سایه از او هستین و از آسیب گرمی صحرا متاثر نمیشین. و جعل لكم من الجبال، و همچنان بر شما گردانیده از کوه‌ها اکنانا، حتی در کوه‌ها خالق متعال مغاره‌های را خلق کرده که انسان‌های بدوی و ابتدایی که تمدن ندارن حتی از امو هم استفاده میکنن و خود از شر حیوانات و مشکلات نجات میدن. و جعل لكم سرابیل، و الله متعال بر شما جامه‌ها و لباس‌های گردانیده که تقیکم الحر، که شما را وقایه میکنه از گرمی، و سرابیل و لباس‌های دیگه که تقیکم بأسکم، که شما را حفظ میکنه از شر دشمنتان، یعنی مثل سپر و زریح بر شما می باشه. کذالک، این چنین است، یتم نعمته، این قسم الله متعال تمام میکنه نعمتهای خود را علیکم، بالای شما، حتی ولو که بدوی و کونشین و صحرایی هم هستین، الله نعمتهای خود بر شما داده لعلکم تسلمون، شاید که شما به حکم الله تسلیم شوین. اما مردم هایی که باز متمدن هستن، پیشرفته هستن، اینا از چشم و از عقل خود در ساختمان های زیبا و در تکنولوژی بیشتر کار میگیرن، بر از اونا دلایل قدرت الله بیشتر باشه. یعنی حتی بادیه‌نشین هم مجموعه از نعمات الله هست که از او استفاده میکنه، او هم میتونه که به نعمت ها و دلایل قدرت الله تسلیم شوه. اول بر رسول الله میگه فإن تولوا، اگر این مردم، امی کسایی که شما برشان چی بادیه نشین است، چی انسان متمدن و شهرنشین است، وقتی که این دلایل بر از اونا بیان کردین، دلایل آسمان ها، سیارات، نظام شمسی، زمین، خلقت خودشان، آناتومی و تکنولوژی وجود خودشان، حتی آناتومی و فیزیولوژی مثلا نباتات از حیوانات، یا را کلشان را برشان بیان کردین، و حتی از بادیه‌نشینا و کوچی ها را نعمتایی که الله برشان داده شما بیان کردین. باز اگر از اینا رو گردانیدن، فانما علیک البلاغ المبین، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، وظیفه تو تبلیغ است و رساندن حق است. حق برشان بیان کو، تبلیغ بکو، برسان برشان آشکارا. ای که باز اونا قبول نمیکنه، باز این مسئولیت تو نیست. هدایت کار الله هست. اگر کسی الله را قلب خوب داد و با شنیدن قرآن و سنت تسلیم کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شد، این فضیلت خود از است. چی است؟ الله برزوی اگر ارزش داده. اگر یک مخلوق بی ارزش بود، فانما علیک، فقط بالای تو چی هست؟ البلاغ المبین، که امو تبلیغ بکنی و برسانی دلایل قدرت الله را برشان بیان بکنی به شکل بسیار واضح و آشکارا. یعرفون نعمت الله، اینا میشناسن نعمت های الله را، ثم ینکرونها، باز از این انکار میکنن. میفهمه که گرده را الله بر ما داده، این معده را الله بر ما داده، این قلب الله بر ما داده، این جوانی و اندام زیبایی را الله بر ما داده، مادرم هم نداده، پدرم هم نداده. وقتی که تو تولد میشی، مادر و پدرت نمیفهمن، والا بچه من نمیفهمیدم تو چشم داری یا نداری. از این خاطر بعضی طفلا تولد میشن چی است؟ قلبش سوراخ است، مادر و پدرش نمیفهمن. وقتی که تو را صحتمند خلق کردن، مادر و پدرت خود نتونسته بر تو چیز بده، الله بر تو تمام این نعمت ها را داد. یک مخلوق، اعضای بدن یک انسان 1 میلیارد دلار قیمت داره. خودت اگر یک روز لیست بگیری، در اینترنت بشینی بگیم یک چشمایم نمی بود چند میشن، برات میگه اگر 2 تا چشم نمی داشتی 50,000 دلار بر ما میدادی که اتوام امکان نداشت. اگر گوش نمی داشتم 50,000 دلار میدادی که مثل سامه تو را برات عملیات میکردم. اگر بینی نمی داشتم 50,000 دلار بر من میدادی که من برای تو بینی طلایی میساختم تا که بوی نمی گرفت. مجبور هستی کلی بینایی چی بسازی؟ خالص از طلا بسازی و جورش بکنی و چی بکنی. این حال که همین قسم اگر گرده نمی داشتم، اگر قلبم خراب می بود، اگر ششم خراب می بود، عینکای زانو، یک نفر تنها 2 تا عینک زانویش 3 لک کلدار ایندی برش عملیات میکرد. می 3 لک روپیه بیار که بر 2 دانه عینکای زانو بودم. تو نه قرار داد عینکای زانو یگان از خوبم تو پالوانی میگیری و عینکای زمین در زمین میشه و هیچ رایام نمیزنی. اینه کلش نعمتهای الله هست. یعنی این که سعی کنین 1 میلیارد قیمت یک اعضای بدن انسان هست.
که هر قسمتش نباشه تو باز اونجا در شرکت ها میری و در شفاخانه میری بر توی ده عملیات میکنه و الله متعال 1 میلیارد دلار بر تو چی کرده این نعمت ها را دادن. الله متعال میگه چی است؟ یعرفون نعمت الله. این مردم خوب نعمت های الله را میفهمن که چشم از خودم نیست، الله برام داده، میفهمه بینی را الله برام داده، قلب الله برام داده، گرده را الله برام داده، اعضای بدن الله برام داده، مغز عقل الله برام داده. اگر مغز نمیداشت ایمیل لباسکای برهنه میدویدی در روی سرک پرسان میگه این بچه کیست؟ این فلانی ولا دیوانه هست. الله بر تو یک مغز لوکس داده، لباس هم تو لوکس میپوشی و اما تو بسیار خوب روان هستی. کلش الله متعال میگه یعرفون، این مردم میدانن میشناسن نعمت الله، نعمت های الله را، ثم اما بدبختیش چی است که این نعمت ها را ینکرونها انکار میکنن و اکثرهم الکافرون و اکثریت از اینا چی هستن؟ اینا کافرها هستن. در آیت 84 سوره النحل الله متعال شهادت بیان میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یوم، و در روزی که نبعث، الله متعال میگه ما مبعوث میکنیم یا برمی انگیزیم من کل امت، از هر امت شهیدن یک شاهدی را، ثم لا یؤذن للذین کفروا، ثم سپس لا یؤذن اجازه داده نمی شود للذین کفروا برای کافران، ولا هم یستعتبون و نه هم از آنها عذر قبول می شود. بناهن پیش الله شهادت کافر اعتبار نداره. الله متعال میگه انسان بیدین و کافری که این کافر است هیچ شهادت ازی اعتبار نداره. چرا الله متعال میگه اگر یک انسان مسلمان فاسق پیش شما یک سخن آورد باید شما تحقیق بکنین، گپ از او زود قبول نکنین، و اگر یک کافر برای شما شهادت داد از او هیچ قبول نکنین. عالم عقیده افغان ها را درباره بعضی از علما، من یک وقتی یک کتاب خواندم چی بود؟ خاطرات مستر همور، یک جاسوس انگلیس. من که روز اول خواندم من گفتم خاطرات از این باید ما تایید نکنیم، این خود کافر است. پس آن دیدیم که سر یکی از شخصیت های اسلامی تبصره کرده. سعی کنین بسیاری کسا، یک کسی از بنام محمد ابن عبدالوهاب، این یک عالم اسلامی تیر شده، عالم است مثل ما و شما و انسان عادی تیر شده، لکن این بیچاره را مستر همور انگلیس این میگه، من میگم لا اله الا الله، مستر همور میگه که نه این مسلمان نیست، کافر است. بسیاری مسلمان ها گپ کافر قبول میکنه، گپ مسلمان ها را قبول نمیکنه. این آیت قرآن چی میگه؟ الله متعال میگه شهادت کافر بی ارزش است. و یوم نبعث، الله متعال میگه روزی که ما مبعوث میکنیم من کل امت شهیدا، از هر امت یک شاهد و گواه، ثم لا یؤذن للذین کفروا، باز اجازه داده نمیشه از هر امت دیندارایش، مؤمنایش، با ایمانایش، اینا منیست شاهد پیش میشن. سر ما و شما رسول الله صلی الله علیه و سلم شهادت میده، سر هر کسی، سر هر امت پیغمبر شهادت میده. باز چیست؟ الله متعال میگه ثم سپس لا یؤذن، اجازه داده نمیشه للذین کفروا، برای کافران که اینا شهادت بدن، گپ بزنن، سخن بزنن. چرا؟ سخنهای از اینا باید بی ارزش باشه. از این خاطر شما مسلمان ها وقتی که کافرها سر یک مسلمان تبلیغ میکنه و در رسانه‌های کفری مسلمان ها را متهم میسازن، شما نباید سخنهای کافرها را بپذیرین و سخنهای مسلمان ها را رد بکنین. اگر این کار کردین شما بسیار مردم خرابی هستین که مخالفت با قرآن کردید. ولا هم یستعتبون، و حتی این کافرها اگر در قسمت خود بخواین که عذر بکنن، عذرشان هم پذیرفته نمیشه. و اذا، و هنگامی که رأى الذین، ببینن کسانی که ظلموا، ستم کردن، ظلم کردن، چی رو ببینن؟ العذاب، عذاب الله را ببینن. فلا یخفف عنهم، باز روزی که عذاب دیدن، باز اگر بخواین توبه بکنن، رجوع بکنن، مسلمان شون، الله متعال میگه باز او وقت هیچ تخفیف در عذاب بر از اینا نمیشه. ولا هم ینظرون، باز او وقت برشان مهلت هم داده نمیشه. شما پیش ازی که ملک الموت ببینن، پیش ازی که عذاب ببینن، پیش ازی که قبر ببینن، پیش ازی باید آمادگی داشته باشین. چرا در وقت قبر حتی فرعون هم وقتی که ملک الموت دید صدا کرد گفت من ایمان آوردیم، فرعون هم، لکن ایمانش باز وقت قبول نشد. و اذا رأى الذین اشرکوا، و هنگامی که ببینن کسانی که اشرکوا، شرک کردن. حالا بسیاری کساست بعضی رهبرایی داره که رهبرایشان برشان میگه بیا در پای من سجده کن،
بیا برای من شرک بکن، بیا برای من به نام من نظر بیار، بیا به نام فلانی مخلوق نظر بکن، بیا در مقابل فلانی قبر سجده بکن، بیا در مقابل فلانی بت سجده بکن، بیا به نام فلانی مخلوق عوض نام الله نام از رو بگی. الله متعال میگه اینمی کسانی که پیش مخلوق رفتن و بر از رکوع کردن و سجده کردن و یا قانون از رو ضد شریعت الله تطبیق کردن، او را شریک با الله ساختن. بعضی شرک در ذاتش میسازن، بعضی شرک در عبادتش میسازن. اینجا الله متعال میگه آلت از یا چه قسم از روز قیامت؟ و اذا و هنگامی که را الذین اشرکوا، ببینن کسانی که شرک کردن، شرکاءهم، امی شریکای خود، امی معبودانی را که بر از اونها عبادت میکردن، قانون از اونها را میپذیرفتن، اندیشه و فکر از اونها را قبول کرده بودن و میگفتن ما مارکسیست هستیم، ما لنینیست هستیم، ما دموکرات هستیم، ما قوانین انسانی را قبول داریم، ما پیروان ژان ژاک روسو و سارتر و فلان هستیم. الله متعال میگه وقتی که باز اینا امی شرکای خدا ببینن، رهبرای خدا ببینن، طاغوت‌های خدا ببینن، قالوا با سایک عذر میکنن، میگن ربنا، میگن ای پروردگار ما، ها اولئک الشرکاؤنا، اینیست اونمو شریکای ما، الذین کنا ندعو، کسانی که ما دست دعا را به بارگاه از اینا بلند میکردیم، به نام از اینا صدا میزدیم، نام از اینا زنده باد و مرده باد میگفتیم، من دونه که بغیر از تو، و اینا دست دعا را بلند میکردیم، از اینا حاجات خدا تقاضا میکردیم. فالقوا الیهم القول، پس بر از اینا انداخته میشه سخن، انکم لکاذبون، که شما دروغگوی هستین. و القوا الی الله یومئذ السلام، باز بر الله چی میگن؟ امی پیروانشان بر خود رهبرای خود چی میگن؟ فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون، شما بسیار دروغگوی هستین. رهبراش داو میزنه شاگردای خدا، شاگرداش دشنام میتن رهبرای خدا، او رو میگه تو دروغگوی هستی، او میگه شما دروغگوی هستین. من کی تو رو گفتم بیا من سجده کن؟ من کی تو رو گفتم بیا من رکوع بکن؟ من کی تو رو گفتم بیا زیر پای من بفت؟ من کی تو رو گفتم بیا قانون مرا قبول کن به ضد شریعت الله؟ شما دروغگوی هستین. و میگه که تو دروغگوی هستی، تو ما را به میگه پاکشاندی. در بینشان جنجال و بدبختی هست. باز این مردم میان پیش الله و القوا الی الله یومئذ السلام، بازیا به الله پیش میکنن چی را؟ در این روز یومئذ، در این روز پیش میکنن به الله السلامه، تسلیمی و فرمان برداری. میگه الله ما دیگه فرمان بردار تو هستیم. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، و چی میشه؟ و یادشان میره، میشه از پیشان ما كانوا یفترون، آنچه که افترا کرده بودن، آل افتراعاتشان، دروغهایشان، افکار غلطشان، این از پیششان گم میشن. الذين كفروا، الله متعال میگه کسانی که کافر شدن، و صدوا عن سبیل الله، و باز داشتن مردم از راه الله. چون کافرها عادت دارن که خودشان خود گمراه هستن، باز برای گمراهی دیگرها هم کار میکنن تا اونا در راه الله نره. الذين، کسانی که کافر شدن، و صدوا، و مانع شدن، عن سبیل الله، از راه الله، زدناهم عذابا، باز بر از یا عذابشان از زیاد میسازیم نسبت به او کافرایی که عادی هستن و مانع دیگران شدن. بر از یا عذاب از زیاد میکنیم، فوق العذاب، بالای او عذاب قبلیشان، بما كانوا یفسدون، به خاطر که اینا در جامعه ایجاد فساد میکردن. چون کافرایی که هم کافر است، هم باز تلویزیون کفری ساخته که باشه می جوانا را منحرف بسازیم. باز الله متعال میگه بر از یا عذاب شده چند میسازیم. و یوم، و روز قیامت روزی است که نبعث، ما برمی انگیزیم، مبعوث میکنیم، مقرر میکنیم، فی کل امت شهیدا، در هر امتی شاهدانی را، علیهم، که این شاهدان بالای از اینا می باشه، من انفسهم، از خودشان. پدرت سرت شهادت میده، برادرت سرت شهادت میده، مادرت سرت شهادت میده، دوستت، همسرت، خانمت، اولادت، کلش شهادت میده سرت، چشمت، گوشت، زبانت، دستت، کلش شهادت میتن بالای تو که بله پروردگارا اینی کارا و اینی جنایت کرده. الله متعال میگه که و یوم نبعث، روز قیامت روزی است که ما مبعوث میکنیم، فی کل امت، در هر امت، شهیدا، یک شاهد را، علیهم، بالایشان، من انفسهم، که این شاهدا از نفس خودشان میباشن، از خانواده های خودشان و از اعضای بدن خودشان که چشم، دست و پایش است. و جئنا بک، و می آوریم تو را ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، شهیدا علی هؤلاء، که تو هم بالای از اینا شهادت میدی. که چون امت رسول الله صلی الله وقتی که عمل انجام میده، تمام اعمال از اینا به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش میشه و میبینه که کی زشتی انجام داد، کی خوب انجام داد. این کل از اینا. و نزلنا علیک الکتاب، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله میگه ما نازل کردیم، ما شما گفتیم که
الله در جایی که عظمت خود بیان میکنه با ضمیر جمع را میاره، یعنی میگه ذات با عظمت ما هست که نازل کرده چی را؟ بالای تو الکتاب، کتاب را. و در جایی که باز الله توحید بیان میکنه باز ضمیر چی میاره؟ مفرد میاره. قل هو الله احد الله الصمد. اینجا چرا جمع آورده؟ به خاطر بیان عظمت است. اسلوب تعظیم میگن در زبان عربی در عقیده. الله متعال ضمیر جمع استعمال کرد به خاطر بیان عظمت خود. و نزلنا، ذات با عظمت ما الله میگه که نازل کردیم علیک بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الکتاب، قرآن عظیم شان را. این قرآن تبیانا لکل شیء، بیان است بر هر چیزی، هر خوبی اعتقادی، هر خوبی اخلاقی، هر خوبی اقتصادی، هر خوبی اجتماعی، هر خوبی که در زندگی که انسان سعادت و نیکبختی میته، و برعکس از هر زشتی که برای انسان بدیها را میره، کل از ما الله میگه بیان کردیم تا انسان ها به راه مستقیم و هدایت برن. و هدن، این قرآن هدایت است. دیگه چی است؟ این قرآن رحمت است. این رحمت است. و بشرا، دیگه مژده و بشارت است للمسلمین، برای کسانی که مسلمان هستند و به شریعت الله تسلیم هستند. جامع ترین آیت که همین خوبی ها و زشتی ها را بیان میکنن، جامع ترین آیتی که خوبی ها و زشتی های را بر انسان بیان میکنه در یک آیت الله ای است که ان الله، یقین داشته باشین ای مؤمنان که الله متعال که است یأمر و امر میکند شما مؤمنان را بالعدل، اول به عدل، والاحسان و به احسان، نیکی. فرق بین عدل و احسان چی هست؟ علما میگن که عدل مساوی بودن ظاهر و باطن است، آشکار و مخفی. امی قسم که خود دمی مجلس چشتی با بسیار شخصیت عالی، با بسیار دینداری، با بسیار اخلاق، با بسیار عفت و پاکی، اگر امی عفت و پاکی و اخلاق در وقتی که تنها هستی در اتاقت کس تو را نمیبینه، امی قسم با اخلاق و با ایمان دیندار باشی، تو عادل هستی. را عدل میگن مساوات بین امور آشکارا و پنهان. او چیزایی را که ما میبینیم از تو خود بسیار خوب آدم معلوم میشی. اگر امی قسم خوب آدم در پنهانی هم بودی، الله میگه امی قسم انسان باش که ظاهر و باطنت یک چیز باشه. خیلی احسان چی است؟ میگه باز احسان یک رتبه دیگه داره که باطنت و مخفیت بهتر باشه از ظاهرت کده. در ظاهر مثلا مردم تو را با اخلاق میدونه، در باطن بسیار با اخلاق باشی، از الله حیا بکنی، از الله بشرمی. همین قسم که از انسان ها میشه در باطن از این که هم قوی تر باشی. در باطن که مثلا کسای دیگه که تو را نبینه، اونجا عقیده بسیار قوی داشته باشی، اونجا مراقبت الله سر تو بسیار تاثیر بکنه. حتی در تشناب که غسل میکنی لنگ بسته بکنی، به خاطر شرم از الله حیا بکنی، بگی ابی ستر عورت باید مباشه. وقتی که حتی عورت تا ستر میکنی باز به گناه جرأت نمیکنی و معصیت جرأت نمیکنی، این احسان میگه که باطنت مخفی تو از ظاهرت کرده چی باشه؟ بهتر باشه به نزد الله، چون الله ظاهر باطن میفهمه. عالما مثلا ظاهرا تو رو میبینم بسیار خوب آدم هستی، اما از باطنت خبر ندارم. الله از باطنت هم خبر داره. پس تو باید اگر میخوای محسن و نیکو کار باشی که الله میگه امر میکنه، باید اما تو محسن باشی که باطن تو از ظاهر تو که زیباتر و خوبتر باشه. اینی قسم. از این خاطر بعضی از یک شاعر عربی چی میگفت؟ میگفت جمال الوجه مع قبح النفوس کمندیل علی قبر المجوس. یک شعر میگه اگر یک نفر چهره بسیار زیبا داره، اندام بسیار خوبش داره، صورتش بسیار مقبول است و خوشت میاد، اما باطنش جمال الوجه، چهرهش زیباست و قبح النفوس، لکن نفسش خراب است، زشت است، بد اخلاق است، بی ایمان است، عقیده خراب داره، میگه ای کمندیل علی قبر المجوسه، میگه مثل یک دستمال است که بسیار زیبا هست، این در قبر مجوسی انداخته. همین مجوسی ها و آتش پرستا عادت داشتن وقتی که یک کسشان فوت میکرد، باز سر قبر ازی چی میکردن؟ یک دستمال کلان تکی کلان هم میاوردن خوب زری لوکس، این نمی سر قبرش منداختن. بالی سرش خوب همت یک چوب آویزان میکردن، این چوبش هم خوب همت زری پوش میکردن. این عادت کی بود؟
عادت مجوسی ها بود. یک دانه چوب اویزان میکردن و قبر هم سرش خوب متتکای زری و گلدار بسیار خوب بشه ایره پوش میکرد. این شاعر گفت این مجوسی قبرش چقدر لوکس است، تکای زری و چوب بسیار لوکس بسیار خوب متلک، لکن در داخلش مار است و گژدم است و اژدها است. میگه اگر یک انسان ظاهرش زیبا باشه و باطنش خراب باشه، مثل می قبر مجوسی وارست که ظاهرش تکای زری و طوقش هم زری و پایینش که بیرید در داخلش چی است؟ در داخل از کلش نجاسات و کثافات و گندگی ها هست. پس انسان مسلمان الله متعال میگه که ان الله، یقین داشته باشین ای مردم که الله متعال یأمر و امر میکند شما مؤمنان را بالعدل، به آراستگی زیبایی های ظاهری و باطنی، والاحسان و به آراستگی و برتریت آنچه که مخفی و پوشیده هست نسبت به زیبایی های ظاهری، و ایتاء ذی القربا، و همچنان امر میکنه الله متعال شما را به همکاری و کمک و عطا کردن ذی القربا بر اقاربتان. بسیار دوستای خوب باشین به اقاربتان، به پدرتان، به مادرتان، به کاکا و مامایتان، به پسران خاله و پسران عمه و دختر خاله و عمه و خاله و اقارب، هر کسی که از شما هست. بر از اینا خوب مهمانی بتین، خوب برشان احترام بکنین، در خانه هایشان برین. این امر الله هست. و ینها، و شما را منع میکنه الله متعال از چی؟ عن الفحشا، از هر حمل فحش. حمل فحش گاهی به زبان میشه، مذاق های بیجا، فکایات بیجا. بعض فکایی است که کفر است، بعض فکایا فسق است، از یا الله شما را منع میکنه. بعض فحشا مربوط به اعضای بدن میباشه، با دستت فحشا را انجام ندی، با زبانت فحشا را نگو، با چشمت او فیلم را، او برنامه را، او سریال را، او چیزی که تو را به گمراهی و فحشا میکشانه، این کار باید نکنی. تمام اعضای بدن تا میگه الله از فحشا نگاه بکن. از این فیسبوک های مبتذله که دو کلش مردم های زشت است، کلش باید از فیسبوکت پاک بکنی. از اون چیزهایی که در کامپیوترت است و در موبایلت از اون فیلم های زشت و مزخرف و بی‌حیایی، کلش باید از بین ببری. از اون ساز و موسیقی و رقاصه ها و سازنده هایی که تو را به طرف گمراهی میکشانه، الله میگه شما را نهی میکنه. اگر میخوای مسلمان پاک باشی، عادل باشی، با احسان باشی، با اقاربت نیک باشی، به فحشا مبتلا نباشی. و منکرات چی هست؟ موسیقی یک منکر است، یک چیز زشت است. ساز، رقص، جنایات زنا و همجنسگرایی و ایگپا، دیگه اعمال و مذاقات چیز. الله متعال میگه از این منکرات باید چی باشین؟ منتان میکنه که از خود دور کنه. والبغی، و از ظلم، بالای حق کس ظلم نکنین. سر دوست و رفیقتان ظلم نکنین. او تو دوست اختیار نکنین که او دوست خوب که تو را دوست میگیره تو را بینماز بسازی، او را بیدین بسازی. خوشا به حال او دوسته که انسان بگه که بیا رفیق ما هستی، بریم مسجد، بریم نماز بخونیم، بریم قرآن بخونیم. بعضی جوان هم اینجا هستن که دوستش او را در حلقه درس آورده. بعضی دوستای دیگه هست که دوستش او را سیگریتی ساخته، دوستش او را چرسی ساخته، دوستش او را پودری ساخته، دوستش او را قمارباز ساخته. الله متعال میگه این ظلم است، تجاوز است بالای چی؟ بالای دوستایتان. این کارا نکنین. یعظکم، الله متعال شما را نصیحت میکنه، وعظ میکنه، پند میده. لعلکم تذکرون، شاید که شما این نصیحت بپذیرین. دیگه چی کارا بکنین؟ و اوفو بعهد الله، شما با الله تعهد کردین. اول در کلمه طیبه 3 تعهد کردین که یا الله، در کلمه وقتی که انسان مسلمان میخونه 3 تعهد داره. یا الله به غیر از ذات تو هیچ عبادت برای هیچ مخلوق انجام نمیدم. پس نماز عبادت است، روزه عبادت است، نظر عبادت است، ذبح حیوان عبادت است، پرنده عبادت است. این فقط رو به طرف قبله و بر الله انجام بدی. پس این تعهد اول تا حفظ داشته باش. تعهد دوم چی است؟ که یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کس و اندیشه هیچ کسی را ما قبول نمیکنم. پس از این خاطر خدا پاک بساز از پذیرش قانون امریکا و قانون انگلیس و اندیشه ها و قوانین و افکاری که ضد اسلام است. الله متعال میگه که الله عهد کردی. عهد سوم مسلمان چی از در کلمه؟ که یا الله عبادت و اطاعت تو را به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم. ما و شما کل ما اهل طریقت هستیم. خیر رهبر طریقت ما کی هست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چون در کلمه تعهد کردیم که رهبر ما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. و الله در قرآن میگه ولکم فی رسول الله
اسوه حسنه. بهترین رهبر، بهترین مرشد، بهترین راهنما، بهترین کسی که شما را صفای قلبی میته کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم است. شما او را رهبرتان بگیرین، او را مرشدتان بگیرین، او را بزرگتان بگیرین، او را معلمتان بگیرین، او را راهنمایتان بگیرین. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. این الله متعال میگه و اوفو، وفا بکنین به عهد الله. هر عهدی را که با الله اذا عاهدتم، وقتی که شما تعهد کردین برای الله وعده دادین که ذات تو را عبادت میکنیم، شریعت تو را تطبیق میکنیم، پیروی از پیغمبری که تو برای ما اسوه و رهبر روان کردی او را پیروی میکنیم، دیگه الله متعال میگه به این عهدتان شما باید مستحکم باشید، نشکنانین. ولا تنقضوا الایمان، شما وقتی که قسم میخورین نقض نکنین، نشکنانین قسم هایتان را. به نام الله قسم یاد میکنین، باز او را میشکنانین. این کارا نکنین. بعد توکیدها، بعد از اینکه شما او را چی کردین؟ محکم ساختین، تأکید کردین با قسم. و قد جعلتم الله علیکم وکیلا، شما گردانیدید الله را بالایتان چی؟ کفیلا، ضامن. وقتی که یک نفر قسم میخوره به این معنا که ضامن ما الله هست، قسم به الله هست که من این کارا میکنم، پس باید این قسم تا را نشکنین. این الله، یقین داشته باشین که الله متعال یعلم و میداند ما آنچه را که تفعلون انجام میتین. حالا یک مثال بیان میکنم. میگه شما اگه کدام وقتی در بعضی از بادیه ها رفته باشید، ما و شما مردم شهر هستیم، در شهرستان زندگی میکنیم و مثلا در مدنیت ها الحمدلله کل ما و شما دسترسی داریم. میگه اگه کدام وقت شما در قریه برین، راستی ما یک وقتی در یک زمستان، سابق مردم کابل یک ذره خوب بودن، ما هم در زمستان پدرای ما اقتصادشان خوب بود، آرامی و گپا بود، باز از زمستان مردم میرفتن طرفای جلال‌آباد و در جای گرم میرفتن. ما هم در یک قریه بود بسیار خوب گرم بود، برف نمیشد، میرفتیم. همین چیزا من اونجا دیدم. اونجا خانم هایی را میدیدم که چی میکردن؟ او خانم ها را میدیدی که از پشم حیوانات و از موی بز و از پشم همی حیواناتی که گوسفند گپا داشتن، باز میشیدن از یمت تار میریسیدن، بازی تارا را کلش کلوله میکردن، بازم قالین فروشا و گلم سازا و یا که بودن، بازو از پیشان میگرفتن، قالین بافی میکردن، مثل که یکی از صنایع دستی افغانستان است. الله متعال میگه شما مثل اینمی خانم نباشین. این خانم بابا چی میکردن؟ امی تارا که خوب میبافتن تا بس دیگر که میشد یک کلوله کلان اینجا، یک کلوله کلان، یک کلوله کلان. اگه شوهرش سرش قار میشد یا زورش میداد، امی تمام امی تارما رو خدا چی میکرد؟ گدوات میکرد و سو پر منداخت، هیچ جگه کار نمیکنه برات. الله متعال میگه شما تو نکنین مثل امی خانمی که ولا تکونو، نباشین کلتی مانند او خانمی که نقدت غزلها، که ای پاره پاره کرد و توته کرد امو رشته های چی نه، امو تاری را که چی کرده بود؟ ساخته بود. من بعد قوت انکاسا، بعد از استواری، بعد از که خوب قوی شده بود، یک کلولی خوب شده بود که حالتو میشد که قالین بافی استفاده شود، ای را گرفت انکاسا پاره پاره کرد. شما تو نکنین که خوب نماز بخواین، خوب روزه بگیرین، خوب عبادت کنین، یک دفعه در شرک مبتلا شوین، یک دفعه قانون غیر الله را بپذیرین، کل اعمالی که کردین در ختم چی شود؟ مثل زمین پاره پاره و اصولش بکنین. این کارا نکنین. عقیده تان حفظ کنین، ایمان تان حفظ کنین. در آخر زمان حفظ ایمان بسیار خطرناک است. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه یک نفر صبح مسلمان میباشد، آخر زمان دیگر کافر میشه. چرا؟ میگه فتنه ها زیاد است، شیطان ها زیاد است، احزاب زیاد است، افکار و اندیشه ها و فلسفه ها بسیار زیاد است. انسان که مجرد به یکی از اینا متاثر شد، صبح مسلمان است دیگر کافر میشه، دیگر مسلمان است شب که یک چند تا فیلم سیر کرد و چند تا سخنهای کفری را شنید، او را کلش اوکی کرد، چی میشه؟ این مبتلا به کفر میشه. چرا؟ تایید کفر چی است؟ کفر است. الله متعال میگه شما مثل از این خانمی که این قسم اشتباه کرد، شما ات اشتباه را نکنین. تتخذون، شما میگیرین ایمانکم، قسم هایتان را، دخلا بینکم، چی؟ یک بهانه در میانتان، ان تکون امتن. این چرا قسم میخورین؟ تا که باشد یک امت، یک گروه، هی اربا، او غالب، من امتن، از گروهی دیگر کرده. انما یبلوکم الله به، یقینا که الله متعال توسط همین قسم ها شما را امتحان میکنه. ولا یبینن لکم، و هر آینه یعنی حقیقتا الله بیان میکنه، لکم، برای شما، یوم القیامه، در روز قیامت، ما کنتم فیه تختلفون، در آن چیزی که شما اختلاف میکردین. اختلاف در قرآن و سنت نکنین.
اختلاف در دین نکنین، برادرای مؤمن باشین، دیندار باشین، یک مسلمان دیگر را دوست داشته باشه، محبت داشته باشین، اختلافات اجتهادی و سلیقوی شما را جدا نسازه. این نشد که والا صاحب تو دستت پایان بود، دست ما بالا بود، توی نه، کلتان رسول الله صلی الله علیه و آله میگه کونوا عباد الله اخوانا، برادر یکی دیگه تان باشین. اگر حنفی هستی، اگر شافعی هستی، اگر مالکی هست، اگر سلفی هست، اگر حنبلی هست، هر کسی که در هر چیزی که هست، کل از اینا پیرو قرآن و سنت هستن. باید کلتان چی باشین؟ برادرای یکی دیگه تان باشین، دوستای یکی دیگه تان باشین، یکی دیگه تان به خاطر الله دوست داشته باشین، چون کلتان پیرو الله هستین. به خاطر رسول الله یکی دیگه تان دوست داشته باشین، چون کلتان پیرو رسول الله صلی الله علیه و آله هستین. کلتان به خاطر قرآن کلتان پیرو قرآن هستین. لا رسول الله صلی الله علیه و آله لا تحاسدوا، حسادت نکنین، یکی از دیگر روی نگردانین. کونوا عباد الله اخوانا، برادرای الله، برادرای هم باشین، بنده های الله باشین، به خاطر الله، به خاطر قرآن، به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم دوستی و محبتتان باشن، نه به خاطر بعض اختلاف های کوچک والا دو دستت پایان است، از او بالا هست، تو آمین بلند گفتی، تو پخش گفتی، من تو را میکشم، تو الله میگه این کارا نکنین. بسیار مردم های خوب باشین. و الله متعال باز بیان میکنه بر شما در روز قیامت در چیزی که شما اختلاف میکردین. الله متعال آزادی عقیده را در دین بیان میکنه که اسلام کس در اینجا یک برنامه اسلام چی است؟ آزادی عقیده هست. هیچ کس را اسلام به زور در اسلام داخل نمیکنه. لا اکراه فی الدین. امیر الله تشریح میکنه، میگه ولو شاء الله، و اگر الله میخواست، لجعلکم امه واحده، شما را یک امت میساخت، کلتان به زور مسلمان میساخت. لکن الله متعال چی کرده؟ آزادی عقیده داده، هر کس را عقل داده، اختیار داده، کتاب داده، ایناله در امتحان گذاشته است به حساب آزادی. الله متعال میگه لکن الله متعال چی میکنه؟ یضل من یشاء، گمراه میکنه کسی را که خواسته باشه، و یهدی من یشاء، و هدایت میکنه کسی را که خواسته باشه. الله متعال اگر دید قلب پاک هستی، با قلب پاکت هدایت برات میده. قلبت کثیف است، الله تعالی محروم از هدایت میکنه، گمراه میسازه. پس تو باید خود اصلاح بکنی. ولا تسالون عما کنتم تعملون. لکن باز آزادی دارین، آزادی عقیده دارین، آزادی عمل دارین، آزادی اخلاق دارین، لکن در روز قیامت حتما سوال کرده میشوین عما کنتم تعملون، از آنچه که شما عمل میکردید. ولا تتخذوا ایمانکم، و نگیرید قسم هایتان را دخلا فریب بینکم، در بینتان، فتزل قدم بعد ثبوتها. چرا؟ باز می لغزد قدم شما بعد از اثباتش. کسی که زیاد قسم میخوره به نام الله، قسم های دروغ میخوره، بالاخره اینمی زیاد قسم خوردن از این لغزش میده، بالاخره یک انسان بی ایمان میشه. چند سال بعد دکاندار قسم خوره ببینی که نماز هم ترک کرده، دین هم ترک کرده، بیخی به گمراهی رفته. و تذوق السوء، باز شما میچشین بدی ها را، بما صددتم، به سبب آن که منع میکردید، عن سبیل الله. باز امی انسانی که خودش دروغگوی بیدین است، باز دیگرها را هم از راه الله دور می سازن. ولکم عذاب عظیم، باز بر شما می باشه عذاب بسیار بزرگ. ولا تشتروا، و نگیرین در مقابل عهد الله به عهد الله ثمنا قلیلا، قیمت اندک. این یقین داشته باشید ما آنچه که عند الله به نزد الله هست، هو خیر، او بهتر است، لکم برای شما، این کنتم تعلمون، اگر شما میدانستین. ما عندکم ینفذ، آنچه که به نزد شماست این ختم میشه، و ما عند الله باق، آنچه که به نزد الله هست این چی میباشه؟ این باقی میمانه. ولنجزین الذین صبروا، الله متعال میگه حتما پاداش میتیم برای کی؟ برای کسانی که صبر کردن، اجرهم، اجرشان را، به احسن ما کانوا یعملون، با بسیار بهتر از آنچه که عمل کرده بودن. یک عمل نیکت 10 چند، یک عمل نیکت 100 چند، یک عمل 200 چند، یک عمل نیکت 700 چند، الی ما شاء الله. نظر به اخلاص قلبی خودت است. چقدر اخلاص داری به مو اندازه یک عملت 700 چند میشه به اساس اخلاص و تصحیح نیتت. من عمل صالحا، اینجا الله متعال میگن در حقوق ایمانداری، زن هم حق ایمان داره، مرد هم حق مساوی دارن، هر دوشان در ایمانداری و دینداری و بسیاری از حقوقا. من عمل، هر کسی که عمل بکنه صالحا، یک عمل نیک را، من ذکر، از مردان، او انثى، یا از زنان،
و دختران و هو مؤمن، در حالی که امی مرد و زن مؤمن باشن، فلنحینه حیاتا طیبه. الله متعال میگه برای زن مؤمن و دختر مؤمن و این مرد و این پسر و جوان مؤمن، الله میگه ما یک زندگی میتیم حیاتا، ایره حیات چی؟ طیبه، بسیار پاک و خوب. ولنجزینهم، حتما الله متعال میگه پاداش میتیم برشان، اجرهم، اجرشان را، به احسن ما کانوا یعملون، به بسیار شکل خوب و بهتر که اینا از آنچه که عمل میکردن. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب الیک.